سلام و خسته نباشید. ببین آقا، من خودمم تو ویدیو وقتی ببینم طرف میگه فلان نکتهشو آخر ویدیو میگم، رد میکنم میره دیگه. همینه دیگه، هممون اکثرا همینیم. ولیش مال ما یه جوریه که باید با جان و دل گوش بسپاری که به قول یارو گفتنی متوجه بشی. مرحله اول، شما رنگی که داشتی چاپ میزدی رو شابلونت ریختی باید پاک بشه با نفت و بنزین یا گازوئیل و بنزین. شما اون رنگه رو پاک میکنی، کامل که پاک شد میای با وایتکس. باید قاعدتا داخل استخر وایتکس بذاری شابلونه، چون من ندارم میره داخل مشما، زیر مشما رو مشما. وایتکس میزنیم به لاک حساس و شابلونمون، یه چند دقیقه صبر میکنیم که اون خاصیت شیمیایی خودش رو از دست بده لاک حساس. اگر وایتکس نزنی اصلا شما دنیایی هم بگیری نمیره. بعد از اینکه خاصیتش رو از دست داد، شما میاری با کارواش. کاملا شما باید تمیز لاک حساسش رو از بین ببری، یعنی شما فقط توری شفاف رو مشاهده کنی رو شابلون. بعد از اینکه توری تو شما شفاف کردی، مشاهده شده، به قول دیدیش، میای با کف آب صابون آبریکا کفمالیش میکنی که بشوری. مرحله آخرش میشه چی؟ با تینر 20000 یا 30000. همین مرحله با پنبه، حتما پنبه. با تینر 20000 یا 30000 شما کامل قسمتیه، همه قسمت‌های توری تو تینر میکشی. بعد از این هم به خاطر چیه؟ برای اینه که توری شما چرب نباشه برای لاک حساس بعدی که میخوایم بکشی برای طرح بعدی.